الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر سوال نمودند که آیا فرزند را برای فوتبالیست شدنش یا که باکسیوریست شدنش به همین بازی ها برای تعلیم دادن و همین تخصص را گویا که مقصدی همچون برای پول کار کردن، همچون برای پیشروی زندگی، همچون کسب فوتبال و بوکس رو به فرزند از خردیش تعلیم دادن تا که یک فوتبالیست و بوکسیوریست خوب شود جایز است یا نیست؟ اولا میگم که بارک الله فیکم، بوکسیوری برو زدن بین البته مسلمان ها در حالت های عادی یا جنگ و غیره حرام است. البته حرام است. پس به این بازی مسئول شدن که عادتاً به سر شما هم زده می شود، به روی شما هم زده می شود که شما راضی هستید به همون قانون و شرط هایی که بازی بوکس گذاشته است، به همین امضا می‌بینید که من راضی هستم که به همین شرط ها، به همین قید ها دیده بازی کنم، به مانند اینکه من فقط بر روی وی میزنم، وی هم فقط بر روی من بزند. البته در این حالت راضی شدن که بر روی شما بزند این البته حرام است، گرچند که شما خود را حفظ میکنید، محافظت میکنید. البته بوکس رو برای پیشروی خود، برای اینکه خود را حمایت بکنید و برای آینده خود و برای پیشروی دین الله آموزید، خوب است. اما یک بوکسیوریست شدن، البته این که مسابقه برای در این طرف و اون طرف فقط سر خود را در نشانه کسی مانید، البته این جایز نیست و حرام است و فرزند خود را به این بازی کناندن درست نیست. و این چنین همه بازی هایی که امروز عالمی هست یک مشکلی دارد. این بازی ها بازی های قماری هست. هر کسی که امروز در بازی های عالمی به مانند فوتبال و این چنین غیر این بازی ها، این چنین بوکس که مشهور است بازی میکند، عادتا این بازی ها همچون یک بازی قماری می شود. یعنی دو نفر بازی میکنند، انسان های میلیاردر های دیگر وقتی که مشاهده میکنند بین همدیگر این بازی رو همچون قمار استفاده میبرند و البته پول هایی که به دست میاد از این چیپته هایی که فروخته میشود، یعنی بلیط هایی که برای نمایش فروخته میشود، از این بلیط ها به دست میاد و این چنین در بعضی حالت ها از قمار به دست میاد، از قمار به دست میاد. بارک الله فیکم. و این چنین فوتبال، برای فوتبال فرزند رو تعلیم دادن و برای منتخب دسته های کفری فرزند دادن که بین اونها فوتبالیست باشد و غیر ذلك، البته این از نظر عقیده‌ای، از نظر اسلام درست نیست. ما نمیگیم که اصلا اولا حرام است یا نیست، به این نظر میکنیم که حرام بودنش. اگر بازی ها سیستمش رو ما نظر کنیم، بازی های عالمی که بسیارتر به حالت قمار داخل میشد، از همین حالت حرام است. از همین حالت حرام است. یعنی بازی که شما بازی میکنید در آخر پول به دست میگیرید، از همون پول بلیط ها یا که از پول قماری که در همونجا البته کمپانی شما، همون کمپانی که شما رو مثلا سرپرستی میکند، همون فرم شما به نام کمپانی، به نام فوتبالیستای خودش پول گذاشته است. وقتی که شما غلبه میکنید، از این طرف هم غلبه میکنید، قمار یعنی رفته است. از این جهت این بازی ها اعوذ بالله من ذلك در این عصر به نهایت آمیخته سخت به حرام شده است. به قمار بازی نیست و الا که در واقع قمار است. از همین جهت فرزند یک موحد، فرزند یک انسان اهل سنت و الجماعت ناممکن است که در این بازی ها رود بازی کند. غیر از این یک پدر اهل سنت و الجماعت سبحان الله چگونه میتواند که آینده فرزند خود را در بوکسیوری یا والیبالیست یا که فوتبالیست عالمی که فقط این بازی ها در زیر سیستم قمار میگذارد به همین یک درآمد و یک منشأ سرچشمه زندگیش کند و همین رو همچون یک کسب به فرزندش تعلیم دهد. سبحان الله. مگر دیگر کسب وجود ندارد؟ مگر دیگر کسب وجود ندارد که مسلمان حلال خورد، از پول شبهناک دور باشد؟ امروز میبینیم که بسیار مردم دل شکسته شده اند و برای پیشروی دین اسلام فرزند خود را همچون عالم تربیت کردند. گفتن این که انمی فرزندم را من عالم اسلام میکنم، یا که همین فرزندم را من یکی از مجاهد قوی ترین اسلام میکنم. چرا این خیلی وجود ندارد؟
субҳаналлоҳ. Пас бародарон ва хоҳарони бузургворам, аз инчунин бозиҳоро ҳамчун як касби фарзанд кардан худдорӣ кунед. таълим диҳед ба монанди бокс ёки барба ёки машқҳои зарбаҳои дастию поӣ ва ғайри залик, барои ин ки фарзандатон як мусалмони қавӣ бошад, ки умуман дар ислом қавигӣ хуб аст. гарчанде ки ҳадис омада аст қавигӣ имонро дар нагад муъминул қавӣ хайрун ва аҳабба илаллоҳ минал муъмини даиф. муъмини қавӣ дар назди Аллоҳ аз муъмини заиф, аз муъмини заиф дида дар назди Аллоҳ қавӣ, яъне дӯстдоштатар аст. дар инҷо уламо мегӯянд муъминул қавӣ яъне имонул қавӣ, лекин умум агар ҳадисро нигоҳ кунем қавии ҷисмӣ ҳам хуб аст. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар ҳадисҳои дигар гуфтанд омода бошед, яъне ҳамеша ба фарзандонатон шиновариро таълим бидиҳед, асб давониро таълим бидиҳед, тирпарониро таълим бидиҳед. баракаллоҳу фикум. пас ин шоистаи як марди мусалмон ва як модари мусалмони аҳли суннат вал ҷамоат нест ки фарзанди худро, масдари зиндагиашро бозиҳои қуморӣ ва ҳамчунин бозиҳои қумориро як сарчашмаи зиндагӣ ё касбе барои